من همینجوری بهت الماس میدم، ولی قبلش بهت میگم تمام صاحبای قبلی اون یا به طرز وحشتناکی کشته شدن یا خودکشی کردن یا ورشکسته شدن. بازم قبولش میکنی؟ این یه قصه نیست، این واقعی ترین افسانه تاریخ جواهراته. الماس امید. الماس امید یه سنگ 45 ممیز 52 قیراطی با رنگ آبی خاص و کم نظیره که از معادن هند استخراج شده، ولی از همون لحظه‌ای که پیدا شده کابوس واقعی شروع شد. گفته میشه که این الماس از چشم یک مجسمه مقدس توی هند دزدیده شده و برای همینه که انقدر این گوهر زیبا شوم شده. در نهایت این الماس به لویی 14 رسید و خیلی معتقدن دلیل نابودی این خاندان و انقلاب فرانسه همین الماس امیده. هر کسی هم که بعد از اون صاحبش شده یا ورشکسته شده یا خودکشی کرده و یا به طرز مرموزی مرده و در نهایت به دست یک زن بازیگر آمریکایی میرسه و این الماس رو روی گردنش مینداخت. اما پسرش تصادف کرد و مرد. دخترش خودکشی کرد و شوهرش دیوونه شد. آخرین مالک اون یک جواهرساز به اسم هری وینستون بود که این رو شنیده بود و الماس رو بدون بیمه با پست معمولی فرستاد برای موزه اسمیتسونین در واشنگتن. امروز این الماس تو موزه اسمیتسونین آمریکاست و پشت شیشه‌های ضد گلوله قرار داره، چون هنوز خیلی‌ها فکر می‌کنن که اون نفرینش فعاله. شما چی فکر می‌کنید؟ اینا خرافاته یا واقعیته؟